چرا لرستان با بحران آب باید دست و پنجه نرم کند؟ بار دیگر شاهد فاجعه‌ای تلخ و تکان دهنده بودیم. این بار 7 کشاورز جان خود رو در حین تلاش برای تأمین آب کشاورزی از دست دادند. کارشناسان بارها هشدار دادند فقدان سدهای ذخیره‌ای و سامانه‌های عادلانه توزیع آب در لرستان نه تنها موجب اعتراف وقت و بحران کشاورزی شده، بلکه به طور مستقیم در بروز تنش‌های اجتماعی و حتی فاجعه‌های انسانی نقش دارد. سوالی که ذهن بسیاری رو مشغول کرده اینه که چرا با وجود وعده‌های مکرر مسئولین هنوز طرحی جامع و کارآمد برای مهار و مدیریت آبهای لرستان اجرا نشده؟ آیا باید هر بار مرگ چندین کشاورز بیگناه زنگ خطری رو به صدا درآورد تا شاید مسئولی از خواب غفلت برخیزد؟ اکنون وقت آن رسیده که مسئولین کشور و استانی نگاهی جدی و کارشناسانه به موضوع آب در لرستان داشته باشند. احداث سدهای مناسب، اجرای طرح‌های مدرن آبیاری، مدیریت دقیق منابع زیرزمینی و آموزش کشاورزان در کنار مشارکت مردمی میتواند از تکرار فجایعی در بسادگی‌ها و کمکاشی‌ها و غیره جلوگیری کند. لرستان با مردمانی پرتلاش و منابع غنی شایسته روزگاری روشن‌تر و امن‌تره، روزی که کشاورزانش نه در جستجوی آب که در دل زمین‌های حاصلخیز و آبادشان زندگی رو جشن بگیرند. این حادثه تنها یکی از سلسله اتفاقات سریالی است که پیش از این مشابه آن چه در تأمین آب و چه در تقسیم آب رخ داده. در این استان پرآب این کشاورزان خسته از بی‌آبی درگیر اختلافات شدید بر سر تأمین آب و تقسیم آب هستند و در نتیجه درگیری‌های خونین هر ساله چندین تن از آنان جان خود را از دست میدن. انگار آب که باید مایه آبادانی و زندگی و حیات باشه در لرستان به خاطر سوء مدیریت ها تبدیل به عامل مرگ و نزاع شده. لرستان که یکی از پرآبترین استانهای کشوره، اما زمینهای کشاورزی آن دیو و بی آب و بی حاصلند. با وجود چشمه‌های دائمی و رودخانه‌های فراوان و بارش‌های مناسب، خروجی سالیانه 12.5 میلیارد متر مکعب آب از مجموع 800,000 هکتار زمین زراعی مرغوب حدود 180,000 هکتار آن آبیه. از نظر آماری این یعنی فاجعه، یعنی بحران، یعنی این استان فاقد مدیریت کارآمد بوده و هست. در لرستان صنعت تعطیله، دامپروری راکت و نیمه تعطیله، کشاورزیش بی رونق و توسعه نیافته. آن بخشی از مردم که فاقد زمین هستند صنعتی برای جذب آنان وجود نداره. مردمان این دیار بیکارند، یا باید این استان را رها و مهاجرت کنند یا در فقر و محرومیت روزگار بگذرانند و طبق آمارهای رسمی جزء اولین استانهای بیکار و فقیر هست. همین اتفاق اخیر روستای بسادگی کوهنانی کافی است بدانیم در کنار شهرستان کودشت، رومشگان، چگنی، معمولان، پلدختر بزرگترین رودخانه‌های غرب کشور یعنی کشکان و سیمره از کنار همین شهرها عبور می‌کند. ولی متاسفانه بالای 80% زمین‌های کشاورزی این مناطق دیم هستند. همین سد گاوشمار یا معشوره که استعداد ذخیره سازی حداقل 2 میلیارد متر مکعب آب دارد چندین سال است قول ساخت و تأمین اعتبارش دادند، ولی به شکل لاپشتی حرکت می‌کند. حجم ذخیره آبش به حدود 500 میلیون متر مکعب کاهش دادند. برای آب آشامیدنی شهرهایی که نام بردم کفایت نمی کند. چطور سد سیمره که در خروجی همین شهرها طراحی کردن حجمش حدود 3 میلیارد متر مکعبه که فقط نقش بالانس سد کرخه رو ایفا می کنند و مردم استان حق بهره برداری از آن رو ندارند.
تا کی باید جان و نان و آسایش و آرامش مردم این دیار مورد بی‌توجهی قرار بگیره؟ حاکمیت باید توجه کند که 40% آب مصرف شده در بخش کشاورزی و 80% آب شرب مصرفی و 90% آب مصرفی بخش صنعت استان از منابع آب زیرزمینی تأمین میشه. برداشت بی‌رویه در چاه‌های مجاز و غیر مجاز آبهای زیرزمینی زخم عمیقی بر پیکر طبیعت وارد میکنند. این روند خطرناک باعث کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی و در نهایت فرونشست زمین خواهد شد. بیایید طبیعت و زمین رو برای نسل‌های آینده در این استان زنده نگه